اخبار گفت پولت اینمونم السلام علیکم تماشاگران عزتمند. اینک برنامه اطلاعاتی اخبار است که سفینه توسط با شما میستر کلی هفته سپشو در شهر دوشنبه در چششون کرده در نزدیکی انویتی دوز رو دستگیر کردن. صدراعظم نجمی و بهرام غفوری ساعت 12 شب به نیت خوراکگیری از خونه بیرون شده به خونه عبیدالله سعدالله حمله کردن. عبیدالله سعدالله در حالت مست خواب بوده. از کاسه عبیدالله سعدالله 180 درم، از درون شوفانیر عبیدالله سعدالله چیزهای قیمت بها، توفیل میکا، دو پرکالو، دو پاچکا چای، دو پرنسکی و دو ترکانی خونه را زیر کرده گریختند. از این کارها سردار گروه میلیسیا حسن چیلا خبر شده با کارگردان کربسه جمهوری تاجیکستان خبر داده. کارگردان کربسه جمهوری تاجیکستان دولتمند خال کرکیبک برده قاسم از این کارها خبر شده. هرچین خوراکگرها را دستگیر کرده و درون کاخ برباد بردن. صدراعظم نجمی و بهرام غفوری به درون کاخ برباد برده. صدراعظم نجمیدین زدن تا با قدم خدا با اسم کنی. ای رو تسیا کدامی ژورنالیست دروغ میگه؟ تو در تلویزیون گپ زدی تو رو تمام جهان تماشا میکنه. تو دروغ میگی؟ تو رو خلق بداری چیکار میکنه؟ سنگ شب میکنه.